که در گرند اسلم اشتراک میکند. نه بله مرتبه دوم است. مرتبه دوم است در گرند اسلم. شکر محمد. اکنون بله شکر محمد میر محمدوف از سمت راست تصویرهای ما است. ورزشگری جوان و امیدبخش تاجیک در مقابل حریفش از لهستان مسیج سرنسکی رقابت را در مرحله یکم شروع میکند. شکر محمد میر محمدوف از لحاظی که ما شناخته که نسبت به هنر و استعدادی داشتیم آخرین مرتبه در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار خوش درخشید. حریفان ازبکش رو بسیار ماهرانه مغلوب میکرد. ولی این بار حریفی از خود ببینید چگونه وزن این میکنم خیلی زیادتر است. بله چون که وزن همون ورزشگر لهستان زیاده از 130 کیلو میباشد. ولی و یک زیدی حمله بسیار بمالید از اوچیگاری استفاده برد. ولی نزدیک شده در کار نیست چون که خطر است. چون که همون ورزشگر از لحاظ فیزیکی علاقه معلوم است چون که ممکن توپ میتهد یا اون اصول اجرا میکنه. قریب ولی از جهت کومیکات شکر محمد پیش صف است چون که با این نگاه نکرده حریفش وزنین تر است و میخواد اون کومیکات خود استفاده برد. باز حرکت میکنه که همون کومیکات را گیرد. ولی ورزشگر لهستانی ببینید چگونه از اوسوتوگاری و بعدا باید اجرا کند همون حرکت تا خیر. ببینید باز مایل اجرا کرد و باز کوچگاری همون پرتاب از سوی ورزشگری لهستان صورت چون که حرکت زید حمله را استفاده برد. ببینید زید حمله را واقعا استفاده کرد و به همین طریق چون که وزنشون از وای زیاد است. بله اینجا میتوان گفت که از جهت تاکتیکی شکر محمد برتری داشت. فقط از زید حمله کار گرفت. زید حمله و وزنشون بسیار قوی بود. حدود 30 کیلو بیشتر از شکر محمد این ورزشگر برتری داشت. چون که حرکت باید کرد که نزدیک نشود و این اون اصول استفاده برد ورزشگر. در سنگین